خدا به آرزوی آدم ها پاداش نمیده، به عملشون پاداش میده و خیلی من باور دارم. یعنی اینکه من اگه تو خونه بشینم و شوق داشته باشم و آرزو بکنم، خداوند به من پاداشی نمیده. خداوند به کسی پاداش میده که حرکت میکنه. تو اگه تو خونت بشینی و فکر کنی که خب حالا چیکار کنم آدما رو خوشحال کنم، چیکار کنم دوستامو خوشحال کنم، چیکار کنم تو دنیای محیطم تاثیر بذارم و همش فکر کنی، آرزو کنی، ایده داشته باشی، اتفاقی نمیفته تو زندگی تو. این فقط پاداشش مال کسیه که کفشاشو پاش میکنه و دنبال اولین قدمی رو حرکت میکنه که دوست داره. هر چیزی که حال تو رو خوب میکنه، هر چیزی که نیازهای درونی و برونی تو رو میتونه رفع کنه. تو اگه به پول نیاز داری خب باید حرکت کنی. این هم جزء پشن توئه. نمیتونیم بگیم کسی که دنبال پول پس خیلی آدم بدیه.